بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، امشب تصمیم گرفتیم به بعضی سوالهایی که از جانب دوستان به ما رسیده است جواب گوییم. استاد ابراهیم سید نوری‌الدین، پژوهشگر علوم اسلامی با ما هستند. استاد عزیز خوش آمدید. خوش باشید دوستی عزیز، سلامت و سربلند باشید. استاد، سوال اول چنین است. برادر به نام عبدالله میپرسد سحرخوری نکرده روزه گرفتن جایز است؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، حمد و ثنا بر خداوند یکتا و درود و پیام بر پیامبر مصطفی. و بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستی عزیز، شما و بر بینندگان ارجمند. در مورد جواب این سوال، جوابش چنین است، یعنی که روزه گرفتن بدون سحرخوری کردن روزه صحیح می شود، جایز است. از عهده روزه‌دار این فرض ساقط می شود، اما به ترک سنت. یعنی سحرخوری کردن سنت از سنت های روزه‌داری است. وقتی میگویم سنت است یعنی ثواب دارد. پس خیستن و سحرخوری کردن ثواب اضافی دارد، به معنی که روزه‌داری که سحر میخیزد، سحرخوری کرده روزه میگیرد، ثواب روزه او بیشتر است از نفری که سحرخوری نکرده روزه میگیرد. بله، در این مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم و امام ابو داود از حضرت عمرو بن العاص روایت کردند، فرمودند این فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الكتاب اکلت السحر. فرق میان روزه ما مسلمانان و روزه اهل کتاب در سحرخوری کردن است. این چنین امام بخاری و امام مسلم در حدیث دیگر از حضرت انس بن مالک روایت کردند که فرستاده خدا علیه السلام فرمودند تسحروا فإن فی السحور برکه. سحرخوری کنید زیرا سحرخوری کردن برکت دارد. بنابراین سحرخوری در مذهب حنفی علما، امام ها، فقیه ها دو نظر دارند. بعضی ها سنت گفتند، بعضی ها مستحب. از جمله کسانی که سنت گفتند امام کاسانی در کتاب مشهور و معتبری خودی که از سرچشمه های معتبری مذهب حنفی، بدایع الصنایع، میگویند سحرخوری از سنت های روزه‌داری است. از فقهای معاصر باشد دکتر محمد ماجد عطر، این چنین دکتر مصطفی دیب البغا در کتاب خود الفقه الحنفی بأدلته، و دکتر ماجد عطر در کتاب المفصل فی الفقه الحنفی ذکر کردند که صبح خیزی، سحرخوری از سنت های روزه داشتن است. بله. استاد، در سحرخوری چه مقدار باید خورد تا سنت حاصل گردد؟ ولی سحرخوری کردن یعنی هر مقداری که خورد انسان، یا یک مقدار آبی هم که نوشد، یک میوه تناول کند، هر چی که خورد سحرخوری، سنتی سحرخوری حاصل میگردد. دوستان، به این معنی نیست که حتما انسان خیسته یک مقدار زیاد طعام خورد یا حتما سیر شود. مثلا شخص اگر خیزد و اشتها نداشته باشد، یا خیزد و در آن خانه چیزی نیابد که تناول کند، یا از بگاه سیر باشد، مثلا علل اقل یعنی یک مقدار آب یا یک خرما یا یک میوه تناول کند به نیت سحور. در این مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام احمد حنبل از ابو سعید خدری روایت کردند فرمودند السحور اکله برکه فلا تدعوه ولو ان یجرى احدكم جرعه ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث می‌فرمایند که سحرخوری برکت دارد. بنابراین شما این کار سنت را ترک نکنید. علی الاقل خیسته یک مقدار آب نوشیده سنت را حاصل کنید. یعنی زیرا اینکه خداوند عز و جل و ملائکه او بر کسانی که در سحر میخیزند رحمت میفرستند. از خداوند صلوات یعنی رحمت است، از ملائک استغفار است. در حق شخصی که سحرخوری میکند خداوند یعنی رحمت میفرستد و ملائک برایش استغفار طلب میکنند. این حدیث در
مسند امام احمد حنبل آمده. استاد اینجا میبینیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن سحرخوری برکت دارد. کمی توضیح میدادید به چی معنا؟ امام ابن حجر در فتح الباری برکت داشتن سحرخوری میگه از چند جهت است. نخستین اینکه سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم عملی میگردد، این خود برکت است و این کاری است که ثواب دارد برای روزدار. تطبیق شدن یکی از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم. جهت دیگر برکت داشتنش اینکه مخالفت با اهل کتاب می شود در روزداری. این هم چیزی است که در شریعت مطلوب است. مسلمان باید که شخصیتش در عبادت، شکل عبادتش، شکل لباسش، در همه کار شخصیت مستقلی خودش داشته باشد. مخالفت اهل کتاب نیز یکی از کارهایی است که شریعت امر کرده. این چنین سحرخوری کردن انسان را تقویت میبخشد. روزدار در طول روز میتواند که براحت عبادت‌های رمضانی خود را انجام دهد از قبیل تلاوت قرآن و ذکرها و غیره. یعنی این هم برکت است، چون که اجرهای اضافی میگیرد در طول روز. این چنین برکتش در این است که انسان نه چندان از حد زیاد گرسنه می شود و احتمالاً از شدت گرسنگی که امکان دارد شاید بدرفتاری، بدگفتاری از او سر زند، به سبب اینکه سحرخوری کرده از اندازه زیاد گرسنه نمی شود، از این بدرفتاری پیشگیری می شود. بله. جهت دیگرش این که وقتی سحرخوری می خیزد، شاید که همراه او در آن خانه کسانی دیگر هستند، برای آنها را بیدار می کند، برایشان آب یا چای مهیا می کند، ثواب می گیرد. این هم برکت است. و اگر نیت نکرده باشد، به این برکتی سحرخیزی، سحرخوری نیت میکند برای روزداریش، که نیت شرطی از شرطهای روزه است که بدون آن روزه قبول نمیگردد. این چنین نوع دیگری برکتش یا وجه دیگری برکتش این که وقتی که برای سحرخوری میخیزد، البته که دعا میکند سری دسترخوان، وقتی که خورده سیر میشود شکر میگوید و این وقت سحر، ثلث اخیر شب، وقت اجابت دعاست. از فضل این وقت مبارک بهره‌مند میگردد که این هم برایش برکت است. بله، این گونه برکت ها در این عادت نبوی پیامبری موجود است که مسلمان میباید سعی کند که روزهش با اجرای این سنت نبوی انجام گیرد. بله. بسیار زیبا استاد. بعد از شنیدن این شرح، این توضیح، واقعا انسان با یک نگاه دیگر به سحرخوری نگاه میکند. درست. وقتی انسان بله، و هر یک نفر وقتی داند که در این فعل، در این عمل، در این کار اینقدر وعده بزرگ هست، اینقدر ثواب خدا وعده کرده، چون که شاید امکان دارد بعضی روزدارها فکر کنند که مجرد عادت است برای اینکه یعنی ما گرسنه نشویم، اگر من سیر باشم میتونم که نخیزم. نه، ببینیم که در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن حتی اگر یک قطره آبم که نوشید، خیزید از برکت این وقت، از برکت این عادت برخوردار شوید. پس مسئله تنها مسئله من گرسنه نیستم و این خاطر نمیخیزم نیست. ولی بعضی نفرها هست که خوابی وزنین دارن، میباید مقاومت کنن. میتوان گفت یک وجه دیگری برکتش این که اون نفری که نمیخیزد احتمالاً از نماز فجر در خواب ماند. وقتی که سحرخوری میخیزد، الکی پیشا پیشی نماز بامداد که میخورد، وضو میگیرد، برای نماز فجر آماده می شود. بله، این هم یک وجه دیگری از وجه برکت داشتن این عادت است. دعا میکنیم خداوند از فیض و برکت سحور ما و بینندگان ما را با نصیب گرداند. آمین. استاد، سوال دیگر پیش می آید. آیا سحور وقت معین دارد یا نه؟ این مسئله رو نیز فقیهان ذکر کردند دوست گرامی. مثلا علامه ابن عابدین خاتمه محققان حنفی در رد المحتار، این چنین امام ابن نجیم، امام دیگری از امام های مذهبی حنفی، در کتاب خود البحر الرائق قید کردن که سحور باید در 6 اخیر شب صورت گیرد. یعنی تمامی که در این قسمت شب تناول کرده می شود آن سحور نام دارد، سحرخوری نام دارد. بعضی فقها مثلا امام نووی میگویند در مجموع قید کرده که
کتاب مشهور مذهبی شافعی که در نیمه دوم شب باشد. بنابراین اگر شخصی روزدار در قسم اول شب نان خورد و خواب کند، سحور حساب نمی شود. سحور طبق مذهب حنفی می باید در قسمت اخیر شب، در ششک اخیر شب باشد. این فضل و این برکت و این سنت در این وقت اگر انجام شود، این تناول طعام، می توان گفت که سحور سنتی حاصل گشته. بله. استاد سوال بعدی چنین است: شخصی که چشم درد است در چشمش دارو چکاند، روزش می شکند؟ دوستی عزیز، چکاندن دارو در چشم در حال روزه‌داری از شکننده های روزه نیست، به روزه زیانی ندارد. آنگونه که فقها مسئله سرمه مالیدن در چشم را ذکر میکنند، مثلا در هدایه کتابی معروف است در فقه حنفی از امام مرغیلانی، میگوید لو اکتحل لم یفطر. اینچنین امام سرخسی در کتاب خود المبسوط میگویند الاکتحال لا یضر الصائم ولو وجد طعمه فی حلقه. سرمه مالیدن در چشم روزه را زیان ندارد، حتی اگرم مزه آن را روزه‌دار در گلویش احساس هم کند. بنابراین آنچه که از راه چشم به گلوی انسان می درآید، چیز مالیدن سرمه باشد یا چکاندن قطره داروی باشد، فقها میگویند روزه را نمیشکند. از فقهای معاصر اینچنین مثلا فقیه مشهور علامه ابراهیم سلقینی در کتاب خود الفقه الحنفی، سابق مفتی حلب، فقیه پسری فقیه، اینچنین علامه وهبت زهیلی در دانشنامه فقه اسلامی قید میکنند مسئله رو که چکاندن دارو در چشم به روزه زیانی ندارد، حتی اگرم مزه آن دارو احساس هم شود. استاد، چکاندن دارو در بینی و در گوش همین حکم را دارد؟ نه دوستی عزیز، در بینی دارو چکاندن یا در گوش روغن یا هر داروی از شکننده های روزه است، روزه شخص می شکند. اینم در این مصادری که نام بر کرده ایم از اون در هدایه می آید که اگر روزدار در گوشش چیزی قطره چکاند افطر، روزهش می شکند. بله، فقط که یک روز قضا می دارد، فرقیتش از دیگر شکننده ها مثلا از قصدن خوردن فرق دارد. در قصدن خوردن هم قضا می دارد هم کفاره دارد، یعنی 2 ماه باید روزه گیرد. اما در این مسئله که در بینیش اگر دارو چکاند یا در گوشش، فقط روزه همون روزش می شکند، باید در عوض 1 روز روزه گیرد. بله. تشکر زیاد استاد. سلامت باشید دوستی گرامی. خب استاد، سوال بعدی. برادر به نام منوچهر میپرسد آیا از رگ دست خون گرفتن روزه را فاسد میکنند؟ نه، خون گرفتن روزه‌دار از بدن یا از رگ خونگردش بر روزهش زیانی ندارد، روزهش نمیشکند. یعنی خون گرفتن را فقها در کتاب‌های فقه به کلمه الفسد تعبیر میکنند، باکی ندارد، از فاسد کننده های روزه محسوب نیست. تنها در یک صورت کراهت دارد، ناخوب است. در یک صورت اگر روزه‌دار را ضعیف سازد که بر وظیفه های رمضانی، بر عبادت هایش دیگر توان انجام آن را نداشته باشد، یعنی مانع شود، ناتوانش کند، در این صورت حجامه کردن و خون گرفتن از رگ کراهت دارد. اما اگر او را ضعیف نکند، این کراهت هم برطرف است، یعنی باکی ندارد و روزه‌اش را نیز زیانی نمیرسد. مثلا از فقهای معاصر عبدالحمید طهماسب در کتاب الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید این مسئله را قید کرده، ذکر کرده است. تشکر زیاد استاد. سلامت باشید دوست عزیز. استاد، پیش ما سوال ها زیادند، ولی این سوال ها را میگذاریم به برنامه های بعدی. باشد ان شاء الله. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به آخر برنامه. اگر پیش شما سوالی هست اطراف ماه شریف رمضان یا اطراف دیگر مسائل، می توانید زیر این ویدیو سوال های خود را نویسید
خداوند یار و مددگار شما. خدا حافظ.